قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادرای عزیز، الله جل جلاله قیم آسمان ها و زمین است، معبود بالحق است و سزاوار عبادت و پرستش است. الله سزاواری است که ما یاد او را بکنیم، تحمید و توصیف او را بکنیم و آنچه که در توان داریم در راه ذکر و تقرب به الله جل جلاله او را به خرج برسانیم. هرگاه ما الله جل جلاله را بشناسیم و قصد تقرب به او بکنیم، طبیعی است که این اصل و این هدف بزرگ از ما محبت و در قدم دوم قصد خوبی را از ما میخواهد. هرگاه ما خدا را دوست داشته باشیم، دوستی با خداوند متعال ما را فرا میخواند و ای که تلاش بکنیم و سعی بکنیم به قرب او تعالی. و هرگاه خواسته باشیم که الله جل جلاله را به اساس دوستی که با او داریم و به اساس اینکه معبود بالحق ماست، مهم برای یک مسلمانی است که او اولویت ها را در رابطه به قرب خداوند متعال بشناسد. یا به تعبیر دیگه بگویم، فرصت ما شما بسیار کم است، عمر ما بسیار کم است، عوائق و مشکلاتی که سراسر وجود ما شما را فرا گرفته است بسیار زیاد است. ولی اگر خواسته باشیم که خداوند متعال به ما لطف بکنه و عنایت بکنه که به او تعالی نزدیک شویم و قرب حاصل بکنیم، پس مهم این است که به اساس شناخت کامل و خوبی راه تقرب را جستجو بکنیم، از فرصت‌ها خوب استفاده بکنیم، آنچه که در اختیار ماست از او درست بهره بگیریم تا به هدف اصلی و مقصود اصلی که ما نزدیک شدن به الله جل جلاله است او به دست بیاید. روی اساس است که یک حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک بر روایت امام ترمذی رحمت الله علیه از حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است. در این حدیث اولویت ها و چیزای مهمه که یا فرصت هایی که ما در اختیار داریم از او باید استفاده شود تا به الله جل جلاله نزدیک شویم. حضرت معاذ رضی الله عنه از جمله اجلای اصحاب پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنه است. و این تعبیر که کسی است که در جوانی خداوند متعال برش نصیب ایمان داد و از جمله جوانای اصحاب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم است. در پهلوی از او
از یک طرف جوان بود و از یک طرف الله برش علم خوبی داده بود. یعنی پیغمبر ما علیه السلام در رابطه با شخصیت علمی از این مبارک میفرمه که اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، عالم ترین شخص در امت ما و مسائل فقه و قضایای حلال و حرام حضرت معاذ بن جبل است. حضرت معاذ میگه که قلت یا رسول الله، ما گفتم که ای پیغمبر خدا علیه السلام اخبرنی بعمل یدخلنی الجنه. بسیار گپ بزرگ است. اخبرنی بعمل یدخلنی الجنه، ای پیغمبر بر ما تو یک عمل را نشان بده که با واسطه از او عمل ما داخل جنت شوم و یباعدنی من النار، و با واسطه از او عمل از آتش دوزخ خلاص شوم. بسیار بزرگ سوال است. اخبرنی بعمل یدخلنی الجنه و یباعدنی عن النار. تو یک عمل را ای رسول الله و من نشان بده که با واسطه از او عمل ما داخل جنت شوم و با واسطه از او عمل از آتش دوزخ خلاص شوم. چه فکر میکنید؟ سوال بسیار عمده است و بسیار مهم است. میفهمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه از این دنیا رحلت میکنه و بار دوم ما نمیبینیمش. بنان اصل موضوع رو برش مطرح میکنن. اصل گپ همی است عزیزان، اصل گپ همی است. والله کل دنیا یک طرف با تمام شرق و غرب و برقش که میبینید، زرق و برقش که میبینید، ولی مسئله از اینکه چطور خداوند متعال ما را از آتش دوزخ خلاص میکنه و چطور خداوند متعال جنت و ما نصیب میکنه. گپ همی است. قرآن کریم موضوع را با اشکال مختلف به ما مطرح میکند. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ببینید که نباید بمیرین شما مگر که شما منقاد به حکم خدا باشین، مسلمان باشین، مؤمن باشین. حالی حضرت معاذ امی گپ را مطرح میکنه. ایتو یک عمل به من نشان بده که به واسطه از داخل جنت شوم و از آتش دوزخ خلاص شوم. رسول الله چی میفرد؟ لقد سألت عن عظیم. از چیز بسیار بزرگ پرسان کردی معاذ. لقد سألت عن عظیم، از چیز بسیار بزرگ پرسان کردی. و انه لیسیر علی من یسره الله. و این سوال که تو کرد که تو به عمل مرا دلالت بده که با واسطه از او جنت برم و از آتش دوزخ خلاص شوم، این سوال بسیار سخت است، بسیار بزرگ است. و انه لیسیر علی من یسره الله. خب بسیار هم آسان است بر کسی که الله چی بکنه برش آسان بکنه. این عمل که موجبش دخول جنت و دوری از آتش است. این عمل بسیار بزرگ و سخت است، بسیار عظیم است و آسان هم است بر کسی که الله به او توفیق عنایت بکنه و برش آسان بگرداند. خداوند متعال به ما آسانش بگرداند. خب خیلی چی بکنم؟ تعبد الله لا تشرک به شیئا. میخوای جنت داخل شوی؟ تعبد الله، تنها و تنها الله را عبادت بکن. ولا تشرک به شیئا، و به الله هیچ چیز را شریک قرار ند. تعبد الله، الله را عبادت بکن و تنهایی. این موضوع شاید به نظر ما شما آسان معلوم شود که تعبد الله ما همیشه الله را عبادت میکنیم، ولی بیان یک بار در اعمال راستی خود داخل شویم که ما چقدر الله را واقعا عبادت میکنیم. همین پرسان مطرح شد. کدام خانه از خانه ما شماست که در اوجا کسی از دوستای ما وفات نکنه؟ کدام ما به حکم خداوند متعال واقعا گردن گذاشتیم و آنچه که به نام خیرات پیش میکنیم او را خشک برای یتیم، برای بیوه، برای معیوب و برای یک انسان مستحق داریم؟ کسی می کار کرده؟ اینی جا معلوم میشه که کی خدا را تنهایی عبادت میکنه. تعبد الله، الله را عبادت بکن. ولا تشرک به شیئا، دیگر با الله چیزی را شریک نکن. رضای خودت، رضای جیبت، خوشنودی فلانه و دستانه را، قومت، این را دیگر شریک نکن. با الله بتی. الله علیم و خبیر است. بهترین صدقه کدام صدقه است؟ و صدقه که دست راستت بدهد و دست چپ خبرم نشود. معنی عزیزی که به نهایت کوشش میکنی که تنها الله را راضی بکنی. در اینجا دیگه خودت وردار، قومت وردار، دوستای وردار. پشت گپ مردم نگرد که مردم بعد میگه والا مادرش وفات کرد، پدرش وفات کرد، هیچ خیراتی نکرد. پشت از دیگه نگرد. دیگه از این معلوم میشه که عقیده ما تو چه رقم است. دیگه بسیار سخت است.
اما با دوستای بسیار بزرگ هنگامی که خدا کنه وقت مصیبت برش میده غیر الحمدلله با صراحت لجم راش مطرح کرده این کار نکنه، ولی بازم میبینیم که به اون پشت رواجا میروند، بازم میبینیم پشت همون گپای خودشان میرن. از این معلوم میشه که گپ عادی نیست. تعبد الله، الله را عبادت بکن، لا تشرک به شیئا، با الله شریک مقرر نکن. دیگه گپ است. میخوای جنت بری ایتو کارم. پس عبادت الله چی رقم بکن؟ طوری که دین برات گفته. فقها و بزرگای ما شما بر ما یک دو قاعده داده. میگه هر آنچه که در دنیا است استفاده از او حلال است، مگر به چیزی که دلیل حرمت داشته باشد. هر نوع لباس پوشیدن حلال، مگر لباسی که شریعت گفته نپوشید. هر نوع خوراک حلال، مگر شریعت گفته اینی را نخور. هر نوع نوشیدنی ها حلال است، مگر شریعت که برات گفته اینی را ننوش. اصل در اشیاء میگه اباحت است، اصل در عبادت تحریم است. عبادت من حیث عبادت حرام است، مگر عبادتی که تو دلیل از رسول الله صلی الله علیه و سلم سرش داشته باشی. هر نوع عبادت من حیث عبادت حرام، مگر او عبادتی که سرزو چی داشته باشی؟ دلیل داشته باشی. تعبد الله، الله را عبادت بکن. چی رقم عبادت؟ جان خود عبادت جور میکن؟ نه، دلیل بده، دلیل بده سرش. گوش کن، اختراع نکن، بدعت ها را جور نکن. عبادت با اختراع نمی شود. عبادت با دول و سرنه و طبله و رباط نمی شود، با قطعه زدن نمی شود. تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. عبادت الله را تو بکن مثل که تو خدا را میبینی. اگر الله را نمیبینی، الله خدا را میبینه. با محبت الله را عبادت بکن. حالی نمونه های از عبادت میدن. عبادت خو میکنی، خو ببین در عبادت سلسله رتبه هاست که او را کاملا در نظر داشته باش. اگر او را در نظر نگیری دیگه چیزا عبادت نمیشه. مثل چی؟ تقیم الصلاة، نماز برپا دار، نماز برپا دار، از خیراتا کرده، از ذکرای تنهایی کرده، از جهادی که در راه خدا میری، این کلش کنار بگذار، وقت قبول میشه که تو نماز بکن. و تقیم الصلاة، برپا داری نماز. میخوای نجات پیدا بکنی از آتش، داخل شوی به جنت، کل اعمال دارمدارت به نماز تعلق داره. اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اول چیزی که در روز قیامت پرسیده می شود یک انسان نمازش است. در نماز کامیاب شدی، باز دیگه اعمال تو رخ میزنه. اینجا میگه و تقیم الصلاة، نماز برپا دار. چه رقم نماز برپا میداری؟ با جماعت باید بخونی. چه رقم نماز درست رکوع سجده تا باید بکنی. چه رقم نماز میخوانی؟ متوجه بوده باشی به کردار، متوجه بوده باشی به اعمال. پس اقامه نماز گفته. اتو نگفته که سر بلند ترپ کرده، نه رکوع معلوم باشه، نه سجده معلوم باشه، نه وقت معلوم بوده باشه. اصل نماز خوانده بود. بنان و تقیم الصلاة، نماز درست اقامه بکن، با جماعت، با تعدیلات، با ارکان، با سنت ها و مستحبات، کلش رو نظر بگیر. نماز که دادی در حقیقت تو مستحق ازی شدی که عبادت الله جل جلاله مورد محاسبه قرار بدهد. یعنی بعد از اینکه نماز تو خواندی، الله جل جلاله اعمال ثانوی تا در ترازو میگذارد. دوم کاری که تو میکنی چیز؟ و تو زکات، مال زکات تا باید بدی. ایتو نشه خدا نخواسته زکات تیر شد دست بشت وقتش و تو خدا به او طرف مصروف کردی، طال محاسبه نکردی، ولی طال خود سر من نمی شود. ببینیم که همی جنجالا و شریکای ما چطور می شود. اصل طرفه بروی ببینید اگر میخوای جنت داخل شوی، از آتش دور شوی، بنان در رأس عبادت ها یکی هم زکات است. زکات باید ادا بکنی. و تصوم رمضان، سوم فریضه پیش میکنن. این نمونه های از عبادات است. تعبد الله، الله را عبادت بکن. چی رقم الله را عبادت بکنی؟ با نماز عبادتش بکن. چی رقم الله را عبادت میکنی؟ با ادای زکات عبادتش بکن. چی گونه الله را عبادت میکنی؟ و تصوم رمضان،
رمضان روزه بگیر، فرائض ادا بکن. و ای که الله هرگاه سر شما لازم کرد حج را، باز حج برید، باز صبح و دیگه صبح نکنید، باز بگی والا باز میریم انشاءالله. الله براتون محتاج نیست، الله و ما محتاج نیست. قصد درست را بکن، الله حمایتت میکنه، الله حمایتت میکنه. حضرت معاذ بسیار بزرگ سوال مطرح کرده بود: یا رسول الله اخبرنی بعمل یدخلنی الجنه و یباعدنی عن النار. یا رسول الله باید عمل مرا دلالت بده، راهنماییم بکو که با واسطه از او عمل داخل جنت شوم و از دوزخ دور شوم. رسول الله صلی الله علیه و سلم حقی که الله جل جلاله تثبیت کرده در ابتدایی ترین مرحله یک ایمان، این را بر ما توضیح داد. و الله شریک نبیاری، الله را به تنهایی عبادت بکنی، به چی؟ به اقامه نماز، به سپردن زکات، به گرفتن روزه و به ادا کردن حج. این اصل شد. هرگاه این فرایض کسی انجام ندهد، سر نوافل نمیتونه الله جل جلاله را خوش بکنه و یا قرب جنت را به دست بیارد. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که پیغمبر خدا فرمود که الا ادلک علی ابواب الخیر، تو را میگه بر دروازه های خیر راهنمایی نکنم. عبادت خو نشان داده شد، فرایض معلوم شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چون از دنیا رحلت میکنه، معاذ باز نمیبیند، بنان راهنمایی اضافی برش میکنه. الا ادلک علی ابواب الخیر، معاذ به دروازه های خیر راهنماییت نکنم. به دروازه های خیر یعنی هرگاه تو دروازه را خلاص بکن جز خیر، چیز دیگر را نمیبینی. او چی است؟ الصوم جنه، روزه سپر است. الصوم جنه، روزه سپر است. بخوای نخوای مورد آسیب دشمن قرار میگیری. تا که زنده هستی دشمن شیاطین از انسی و جنی در کمین براتون نشسته است. نفس ملامتگر کاش که داشته باشه، نفس اماره به سو همیشه شما را به طرف بدی فرا میخوره، همیشه مورد آسیب قرار داشتنی باشه. بناهن اگر خواسته باشی که از آسیب دشمن خلاص شوی، پس الصوم جنه، روزه سپر است. روزه را بگی مسلمان، تنها در ماه مبارک رمضان نیست، کوشش برو که 13 14 و 15 هر ماه قمری روزه بگیری. ایام بیض است، انسان را از گناه پاک میکند. صیام الدهر است، الله در کل عمل نامه همیشه روزه را نوشته. دوشنبه و پنجشنبه روزه را بگیر. کوشش بگو که همیشه روزه را در ایام و ماهای بسیار خوبی از او باید حظ داشته باشی. از جمله همین ماهی که ما شما فعلا قرار داریم در این ماه روزه را بگیریم. خداوند متعال توفیق عنایتان میکنه و لذت ایمان را انشاءالله میچشیم. میگه که الصوم جنه، روزه سپر است. در تو استعداد میدهد که تخلی بکنی رذائل را، در تو استعداد میدهد که بدی ها را ترک بکنی. همین روزه که داشته باشی خود با خود چشمت کنترل میشه، گوشت کنترل میشه، زبانت کنترل میشه، دست و پایت کنترل میشه. الصوم جنه، روزه سپر است. برین تلاش بکن یک روز دیگر روزه بگیریم. طور مثال صبح روزه بگیریم، باز میبینی که چی میشه. امور از خود با خود تو را چی میکن؟ نگاه میکن. الصوم جنه، روزه بگی تا که خدا را به یادت بیاره. روزه بگی تا که وقت اهمیتش بشناسی. روزه را بگی تا که علت گرسنگی تا بفهمی چرا گرسنه هستم. باز میگه به خاطر که خدا خوشاد. بنان خدا خوش نمیشه تا که نماز نخوانیم. الله خوش نمیشه تا که ترک غیبت نکنیم. الله خوش نمیشه تا که مفاسد را ترک نکنیم. خود با خود سپر میشه. بنان روزه را زیاد بگیریم. اصحاب کرام زیاد روزه میگرفتن. عزیزا تنها به ماه مبارک رمضان اکتفا نکنین. الصوم جنه، روزه سپر است. و الصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار. دوم ببینید در راه خداوند متعال خیرات، در راه الله جل جلاله دادن پول، در راه الله جل کمک کردن با مسلمان، اگر این کار بکنی علمی خیرات ها و صدقات چی میکنه؟ تطفئ الخطیئه، گناه ها را گل میکنه. آتش گناه و معصیت که در وجود ما شما لمبه هایش بلند شده است او را خاموش میکنه.
خاموش میکند. تطفئ الخطیئه، گناه را از بین میبرد. کما یطفئ الماء النار، مثل که آب آتش را لمبه هایش میشوند. آتش گل میکند، اما تو در راه خداوند متعال کسی که کمک با مسلمان میکنه، امیر قم الله جل جلاله خطاهای از او را میشوند، او را توفیق به اعمال صالحه میدهد. دیگه چیزی که دروازه جنت است، دروازه خیر است، یعنی همیشه خیر برات میدهد، همیشه برات خیر میدهد. او سیوم چیزی و الصلاة الرجل فی جوف اللیل، و ای که نفر نماز بخواند در هنگامی که کل مردم خواب هستند، فی جوف اللیل، در مابین شب، در تاریکی های شب به الله جل جلاله ایستاده شود. کلگی خواب است و الناس نیام، مردم خواب هستند و تو به الله جل جلاله ایستاده میشی، دستورویت میشی، باز میگه الله اکبر، یا الله تو از هر قدم بزرگتر است، به الله رو میاری. این بزرگترین کار است. ثم طلع رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد پیغمبر علیه السلام به خاطر اهمیت نماز تهجد، به خاطر اهمیت نماز نصف شب چی میگه؟ میگه الله میفرماید تتجافا جنوبهم عن المضاجع. صفت یک انسان مؤمن را میشناسین، صفت یک انسان صالح و دوست خدا و ولی خدا را میشناسین. او چی صفتش است؟ تتجافا جنوبهم، پهلوهایشان از بسترهایشان جدا هستند. یدعون ربهم خوفا و طمعا، و پروردگارشان با امید و با ترس یاد میکنند. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوهایشان از بسترهایشان جدا هستند. چرا استاده میشه به نماز؟ بستر هم تو است، خوب توشک است، لیاف است، میشه خواب بکنی، هیچ مشکلی هم نداری. از طرف دیگر آزادی هم برت است. الله برات گفته خواب بکن میتونی، ولی به دوستی که با الله داری همین بستر ترک میکنی، استاده میشی به الله جل جلاله، در حالی که همه مردم خواب هستند. الله صفت از این انسان را چطور میگه؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع. یکی از صفات مؤمنان است که پهلوهایشان از بسترهایشان دور است، جدا است. یدعون ربهم، میخوانند پروردگار خود را، خوفا و طمعا، ام بترس یا الله از آتش دوزخ مرا نجات بده. پروردگار گناههای بسیار زیاد داریم، شکر نعمتهایت را ادا نکردیم، در زمان فتنه قرار داریم، یا الله ما را ببخش و ما را رحم بکن. دوم و طمعا، و الله امیدم دارد که امید است که خداوند متعال ما را ببخشد، امید است که مورد رحم ما را قرار بده. و سوم صفاتش و مما رزقناهم ينفقون، در راه خدا چی میکنه؟ انفاق میکنه. یعنی مسلمان کسی است که در راه خدا انفاق میکنه. درست است که زیاد پیسه وار نیست، ولی هم کم که داره در راه خدا انفاق میکنه. این صفت دیگه بعد یک تعداد مسلمانای ماست که فقیر هستن، خیالش میکنه که همیشه از دیگرها باید بگیرد، در حالی که نه، فقیر هم است، باید در راه خدا انفاق بکند. پشت از این نگردن که والا ما فقیر هستم بنان دیگرها با ما کمک بکنه. نه، فقیرم در راه خدا بدهد، الله جل جلاله اند دنیا پس بدیل برش میدهد و هم در آخرت الله برش عوض میدهد. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. فلا تعلم نفس، و چیزهایی که الله جل جلاله برای از این مؤمنی که شب نماز میخواند و در راه خدا انفاق میکند، او را که خداوند متعال در پیش رویش در روز حشر برش نصیب میکند. فلا تعلم نفس، پس نمیداند هیچ نفس، ما اخفی لهم، آنچه که الله برش پنهان در پیش رویش قرار داده. او جایزه‌ای که الله برش داده و الله برش میداد، از او هیچ کس خبر نمیشود. من قرة اعین، ایتو یک جایزه، ایتو یک نعمتی، ایتو یک بخششی که چشمها سرش خنک میشود، چشمها سرش خنک میشود. جزاء بما كانوا یعملون، این در حقیقت پاداش است به او اعمالی که مؤمن کرده، از شو از جای خود خیسته، خواب را ترک کرده است، در راه خداوند متعال انفاق کرده است، میتونست که یک چیز دیگر بر خود بسازه ولی او را نساخت. از این خاطر الله بدیل برش میدهد. جزاء بما كانوا یعملون، این در حقیقت بدل است، بدیل است در مقابل او اعمالی که انسان مؤمن او را انجام داده است. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه میدهد، چون صحابی را سخت دوست دارد، معاذ دوست دارد، باز برش اضافه میکند که معاذ الا اخبرک برأس الامر و عموده
و ذروة سنامه. دین خود ایجا شناختی، دروازه های خیرم شناختی. آلی بعد چی میگم؟ الا اخبرک، آیا تو را خبر ندهم؟ برأس الامر، برأس امر، تو را به اساس کار، به اساس کار، به تهداب کار خبر نکنم که او چی است؟ و عموده، و به پایه کار، دی کل چت سرزو استاده است. و ذروة سنامه، و به قسمت اعلا و بلند نقطه از تعمیر. یعنی ایتو فکر بکن رسول الله صلی الله علیه و سلم در این جمله کل دین معرفی میکنه. تو را ای معاذ به اساس کار، یعنی تعمیر از تهدابش، باز ستونش، باز بلندترین قلش، این را راهنمایی نکنیم که تعمیر از چی جار شده، با چی تو چیزی است، مقبولی از تعمیر چطور نگاه شده است. حضرت معاذ میگه که بله یا رسول الله، نشان بده بر ما که چی است اساس کار. قال رأس الامر الاسلام، اساس کار که است اسلام است، یعنی شریعت خدا هست، پابندی به دین است. در اینجا دین قبول بکن، از بدعت ها دور شو، از نظرهای شخصی دور شو. رأس الامر الاسلام، اساس کار شریعت خدا هست. شریعت خدا را کسی قبول نکرد، از جان خود تعبیرات را شروع کرد، در حقیقت دیگه بنیاد را بر خود گذاشته است. اساس کار ایمان است، اسلام است. و عموده، و ستون از اسلام که چتر دین را و عقاید را نگاه میکنه، او نماز است. نماز ستونی. و ذروة سنامه، و قسمت اعلای از دین که شجاعت است، اهمیت دارد، وجود و هستی تا معرفی میکند، تو را از دیگران نگاه میکند، دست استعمار را قطع میکند، دشمن را بر ذلیل میکند، با پای خود تو را ایستاده میکند. الجهاد، در راه خدا جهاد است. هرگاه مسلمان مجاهد بود، بعد از او باز قامتش خم نمیشود. هرگاه جهاد ترک کرد، از قامتش خم میشود، باز مزدور میشود، باز چاپلوس میشود، بعد همه چیز خود از دست میدهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و ذروة سنامه الجهاد، و امو قله بلند و قسمت اعلای از الدین در راه خداوند متعال جهاد کردن است. ثم قال، باز پیغمبر خدا ادامه میدهد، الا اخبرک بملاک ذلك کله، تو را خبر نتم از اساس تمام این کارها، از بیخ تمام از این کارها که کلش در خود احتوا میکنه. قلت بلا، من گفتم یا رسول الله خبر بده که هیچی شد، این اساس کل کار که بوده باشد، که هم نماز درو میگیره، هم توحید درو میگیره، هم روزه درو میگیره، هم انفاق درو میگیره، هم جهاد درو میگیره، هم نماز درو میگیره، این کل چیز چی است؟ قال، گفت پیامبر خدا علیه الصلاة والسلام فاخذ بلسانه، زبان خودت گرفت، زبان اساس کل کار باز نیک از زبان چه. قال کف علیک هذا، همین زبان تا نگاه بکن، کل گپ دمیجاست. اگر میخوای عبادتت محفوظ باشه، نمازت محفوظ باشه، انفاقت محفوظ باشه، روزت محفوظ باشه، زکاتت محفوظ بوده باشه، جهادت محفوظ باشه، کف علیک هذا، زبان نگاه، زبان نگاه. این سواله که مطرح میکنه. بعد حضرت معاذ میگه که آیا ما گرفته میشیم با اون چیزی که با زبان ما خارج میشه؟ همیشه خود ما گفا داریم. قال، گفت ثکلت که امک، مادرت به عزایت بشینه معاذ. و هل یکب الناس فی نار، و آیا با پرو همونتا انداخته در آتش، علی وجوههم، بر روحایشان، او علی مناخرهم الا حصائد السنتهم، من روی کسی را در آتش ننداخته است و سینهش در آتش، طرف آتش کش نشده مردم مگر درو، آنچه که درو کرده زبانهایشان. حصائد السنتهم، دروهای زبانشان است. زبان است که این قیه گوشت است. میگن فلان نفر بسیار خوب آدم است، از چی شناختش؟ از این زبان شناخت. فلان نفر بسیار بد آدم است، از چی شناختش؟ از این زبان شناخت. رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌دارد که
لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان. مسلمان نیست کسی که لعنت میگه. تمام موضوع بر پدرت لعنت، بر پدرش لعنت، همین میگه. مسلمان کسی نیست که فحش میگوید، چتیات میگه، هر چی که از زبانش آمد گفته میره. مسلمان کسی نیست که او سخنای از زبانش خارج میشه که دیگران را با او ناراحت میکنه، یا به عبارت کیانتوز است. تو مستقیم سخن خونه میگوید، تو سخن میگوید که مستقیم با او نیست، ولی از مستقیم که سخت‌تر است. این میگوید. این نفر مسلمان نیست. پس عزیزا، الله جل جلاله ما و شما را توفیق عنایت بکنه که این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در حقیقت وصیت بس بزرگی به حضرت معاذ بن جبل بود و او مبارک با تمام امانتداریش به ما را چی کرده؟ نقل کرده است. چون او را ما را دوست داشت. ما شما هم کوشش بکنیم، تلاش بکنیم که این پیام های رسول الله را در زندگی خود بیاریم. سبحانك اللهم و بحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.